با کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند که روز 27 مارس سال 2024 در جمهوری باز یک حالت غرقشوی رخ داده، یک دخترچه 4 ساله جان خود را از دست داده است. این حادثه ناخوش در حدود ناحیه کوشانیان ولایت ختلان در جنوب جمهوری رخ داده. یک دخترچه 4 ساله از دهه گلستان جماعت دیوت بوستانقلعه ناحیه کوشانیان در کانال افتاده غرق شده است. جستجوی جسد کودک از جانب نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان تا روز 28 مارس ادامه یافت. صبح 28 مارس ساعت 09:30 دقیقه جسد دخترچه غورمرگ را 550 متر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده به والدان او سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در این حادثه ناخوش والدان را گناهکار می‌شمارد که فرزندان خود را به نظارت گذاشتند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به والدان و نزدیکان طفل غورمرگ از پدر و مادران خواسته است که دائما کودکان خود را نظارت کنند. باید درک کرد که به دلیل سن سالشان کودکان خردسال هنوز احساس خطر نمی کنند، خیلی کنجکاوند و میخوان همه چیز را در اطراف خود آزمایش کنند. یک سبب اساسی غرق شدن کودکان آنها را به نظارت گذاشتن پدر و مادران است، گفته شده است در مراجعه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به والدان.